توضیح میدم. خب من داشتم دقیقش کردم. فکر میگم دخمه رو بزن. در شمال خراسان مردم به غیر از با زبان کرمانشاهی با هم صحبت میکنن، ما ترک زبان هم داریم. ترک زبان به خاطر اینکه بتونن احساس خودشون نسبت به خواننده ها یا نوازنده های خودشون اعلام کنن با کلمه ساپور میشون دارن. آره چون ما کرمان زبان‌ها خودمون از کلمه نمری استفاده میکنیم. آره که استفاده کردیم تو قسمت‌های بعدی از نمری هم رفتیم. شما متوجه نشدید. آره ساپور. کور. الله خدا. ارمان اینجا بگیر الله خدا یاد مکانه افانی حقم هی جانه هرچه تگو پرارشم من گبرگر هرچه تگو من سرت که تو میگی من جمعت که این دبه فردا جان ارمان رش خیلی محکم‌تر بود یه جدی‌تر از رش شما هرچه تگو میدم یه بار چک کنیم با محسن جان. الله خانه الله جانه ارمان یار من کانه و پالی حب کبنه همیشه جانه آب خونه آب سرا مسکنیان علل مسکنیانه قطعه اللهخانه یکی از ملودی‌های قدیمی ما کرمانش هاست که ما هم این ملودی رو در مراسم جشن و شادی و سرورمون اجرا می‌کنیم.
کارگر الله خانشان درده یاره ارمان 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 یعنی کارگر الله خانه الله خانه یاره نمانه آلیه حق نبله همه شجانه همه خونه آقه سرو مسکنیا هلله مسکنیا هلله مسکنیا الله خانه الله جانه ارمان 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 یاره بیگانه وفانیه حق کبله همیشه جانه آبه خونه آب سرو مسکنیان آلله مسکنیان آلله مسکنیان حاله ارمان ارمان ارمان